این منم حدوداً 4 سال پیش وقتی تصمیم به عمل همزمان لیفت شقیقه و بینی گرفتم و از اونجایی که خودم رشتم اتاق عمله و دستیار جراح تو عملای زیبایی بودم به راحتی تصمیم به این عمل گرفتم. خیلی حس خوبیه. ولی نگم از درد و ورم بعدش بلافاصله بعد عمل سردرد شدید و حالت تهوع داشتم. با اینکه این صحنه‌ها واسم آشنا بود ولی تا چند روز اول گریه می‌کردم چون احساس می‌کردم شبیه سامورایی‌ها شدم و می‌ترسیدم همینجوری بمونه. 4 روز بعد از عمل. یه هفته بعد عمل رفتم سر کار. همه چیز داشت نرمال میشد. ورمم داشت کمتر میشد و دردی دیگه نداشتم تقریبا. اینجا 2 ماه بعد عمل و اینجا 3 ماه بعد عمله. اینجا هم حدوداً 1 سال بعد عمله که دیگه ورمی نمونده و از نتیجه عمل کاملا راضیم. اینجا حدوداً 4 سال بعد عمله که میشه امسال. اگه برگردم عقب قطعاً بازم این عمل رو انجام میدم چون من به صورت ژنتیکی افتادگی پلک داشتم و فاصله چشم و ابروم خیلی کم بود و همونطور که میبینین نتیجهش عالی شد.